بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اجمعین. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی مربیان و متربیان حوزه علمی عرفانی گشت سراوان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بابت چند تا از مسئله از شما چند سوالی پیش اومده بود، به خاطر همین مزاحم شدیم، به خاطر همین این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم و امید داریم که شما همچنان که قبلا نسبت به منطقه ترکمن‌صحرا لطف داشتید، مجددا هم این لطفتون رو از ما دریغ نکنید. اساتید عزیز حوزه علمی گشت سراوان، باید عرض کنم خدمتتون که دو تن از شاگردان مکتب شما به نام استاد حافظ مفتی امان الله خونده یلمه و استاد مفتی مردانی که الان داریم در مورد استاد حافظ یلمه صحبت میکنیم، ایشون به تازگی با یکی از علمای برجسته منطقه ترکمن‌صحرا صحبتی داشتند و در این صحبتشون در واقع یک مباحثه یا بحثی داشتند که در واقع از کتاب خودشون دفاع کردند و چندین شبهه برای ما به جا گذاشتن، چون ما محب مکتب دیوبند هستیم و پیرو مکتب دیوبند هستیم و محبت علمای دیوبند در قلب ما همیشه جای داره و همیشه قدردان زحمات مکتب دیوبند به خصوص علمای سیستان و بلوچستان، برادران عزیز بلوچ بوده و هستیم. لکن سخنانی که استاد عزیز یلمه فرمودند برای ما چندین تناقض به وجود آورد. میخواستیم در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنیم و نظر شما رو بدونیم که آیا واقعا نظر مکتب دیوبند و نظر در واقع حضرت عالی به عنوان رئیس دارالعلوم گشت سراوان آیا همینه؟ به عنوان مثال اولین مورد موضوع شفاعت این در واقع شاگرد و طلبه ممتاز در واقع مکتب شما استاد حافظ یلمه که بسیار مشخص زیاد در واقع روش کار شده و به نحو احسن تربیت شده و تعلیم دیده، اما لکن یه چندین مبحثی هست که میخواستیم با هم صحبت کنیم. مبحث اول شفاعت. ما میخواستیم بپرسیم که شما به عنوان مکتب دیوبند و حوزه گشت سراوان آیا عقیده استاد یلمه رو در مورد شفاعت که ایشون میفرمایند که شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، درخواست شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دنیا برای امور دنیوی جایز نیست و اصلا نمیشه، شفاعت فقط میگه مال قیامته و میفرمایند که علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه در کتاب خودشون میگن که قیامت رسول اکرم شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط در قیامت و اونم با اذن الله و رضایت الله است. و اما شفاعتی که در دنیا ما بخوایم از رسول اکرم شفاعت طلب کنیم در نزد قبرشون، در کنار قبرشون و بگیم یا رسول الله شما به حرمت شما در واقع پیش خدا شفاعت من رو بکن که این مشکل من حل بشه در دنیا، یا در دنیا گناهان من پاک بشه، یا در دنیا عذاب من کمتر بشه، میگه این شفاعت نیست، این شفاعت نمیشه، میگه این شفاعت نیست. خب آیا نظر شما اینه؟ میخواستیم اولین مورد اینو بپرسیم، در حالی که در بسیاری از در واقع آیات قرآن و احادیث این تکرار میشه. سوره نساء آیه 64 میفرمایند که در واقع خداوند عزوجل میگه اگر اون مشرکین می اومدن پیش شما و از شما پیش شما توبه میکردن و از شما و شما برای اونا طلب شفاعت میکردین، یعنی در واقع برای اونا استغفار میکردین، اون موقع توبهشون قبول میشد. خب این برای دنیاست دیگه، توبه کردن برای منفعت دنیاست، داره تو دنیا منفعت میبینه.
این استغفار یعنی اینجا داره به معنای شفاعت میاد، اما استاد یلمه اینو اینطور نمیدونن. آیا نظر شما هم اینه؟ آیا ممکن نیست که در دنیا ما از رسول اکرم برای امور دنیوی شفاعت طلب کنیم؟ آیا نظر شما اینه که شفاعت طلب کردن برای امور دنیوی درست نیست؟ اینه استاد یلمه نظرتون اینه آیا یا خیر نظرتون مخالف اینه؟ لطفاً در قالب یک کلیپ یا یکی از شاگردان مکتب شما ممنون میشم، منتدار خواهیم شد که پاسخ بدین به ما. و در واقع چون استاد یلمه خودشون رو منتسب میدونن به شما و خب اینجا همه شما مورد تایید هستین و ما در واقع دچار یک ابهامی میشیم و از شما درخواست داریم که برای رفع ابهام محبین مکتب دیوبند شما این لطف و محبت رو در حق ما بکنید و پاسخ بدید که آیا نظر شما در مورد شفاعت همینه، در حالی که در کتاب النهایه میاد میگه وقد تکرر ذکر الشفاعة فی الحدیث فیما یتعلق بامور الدنیا والآخره. میگه به صورت مکرر ذکر شفاعت در حدیث برای امور دنیوی اومده، برای امور دنیوی و اخروی، یتعلق بامور الدنیا والآخره. در واقع میگه که برای امور دنیا در مورد رسول اکرم شفاعت کردن اومده. خب این چطور میشه که استاد یلمه اینو قبول نمیکنه؟ میگه که فقط در واقع بر شفاعت برای آخرته. لطفاً اینو برای ما توضیح بدین که آیا نظر شما این هست یا خیر، یا این که نه الان ما میریم پیش قبر رسول اکرم ازشون میخوایم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شما برای ما شفاعت کن این مشکل ما حل بشه. خب این چطور میشه؟ این آیا شفاعت برای امور دنیوی نیست؟ نه که این همه جا اومده که تو همه کتب، اکثر کتب میاد و حتی مولا علی قاری در 3 مقام اینو تکرار میکنه. این اولین مورد. الان هم خودتون این ویدیو رو ببینید، این ویدیویی که الان براتون پخش میشه رو خودتون ملاحظه کنید و ببینید که استاد یلمه نظرشون. Onu biz inkar edip dursun, inkar edilmemiş. Meryem kıyamete şefaat olacak diye bizi yok. Bu dünyada da var ya, berzakta da kıyamakta da. Hani inkari ol menasikte. Menasikte benim de. Kabul ettiğim menasik işarettir. İmam da tesbih edilirler. Orası da mekamda hakikat şeriatı bir işarettir. Onu biz inkar edip dursun, inkar edilmemiş. Meryem kıyamete şefaat olacak diye bizi yok. Bu dünyada da var ya, berzakta da kıyamakta da. Hani inkari ol menasikte. Menasikte benim de. Kabul ettiğim menasik işarettir. İmam da tesbih edilirler. Orası da mekamda hakikat şeriatı bir işarettir. ممنونم از اینکه برای ما وقت گذاشتین، تشکر میکنیم. دوست داشتیم که به مردم اهل سنت ایران و کل دنیا و اون فارس زبانان عزیزمون و ترکمنان و همه اهل سنت بگیم که از نظر مکتب بخارا و مکتب ما شفاعت هم در دنیا ممکنه هم در آخرت. شفاعت در دنیا هم از نزدیک ممکنه هم از دور، همونطور که علامه نورالدین سندی رحمت الله علیه در کتاب خودش میگه نداء باسمه جواز نداء باسمه فی مقام التشفع. از اولش خودش توضیح میده، کلی مطلب میاره و در انتها میگه که جواز نداء باسمه فی مقام التشفع. میگه جایز است ندا کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اجمعین به نیت، یعنی در واقع در مقام شفاعت. خب اینو کی داره میگه؟ علامه نورالدین سندی در کتاب شرح ابن ماجه خودش. خب اینا برای ما یه پارادوکساییه که شما باید در واقع پاسخ بدین که آیا این نظر شخصی استاد یلمه است یا نظر مکتب دیوبنده. با تشکر از در واقع صبر شما و حوصله‌ای که به خرج دادین و ما رو گوش دادین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.